بسم الله الرحمن الرحیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز اهداف متعددی را در سرزمین‌های اشغالی با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی خود مورد هجمه قرار داد. موج 43 عملیات وعده صادق 4 با رمز یا شدیدالعقاب علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه قلب تل‌آویو، شمال اراضی اشغالی و ایلات به اجرا درآمد. این موج حمله با استفاده از موشک‌های نقطه‌زن و سهمگین خرمشهر با سر جنگی 2 تنی، قدر با کلاهک بارشی، عماد، خیبرشکن و پهپادهای انهدامی به اجرا درآمده است. در جریان اجرای این موج، پایگاه موفق سلفی و سایر پایگاه‌های آمریکا در منامه و اربیل مورد هدف شدیدترین حملات موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران قرار گرفتند. پدافند هوایی جبهه مقاومت نیز در میانه این عملیات موفق شد یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان را که در حال سوخت‌رسانی به یک جنگنده متخاصم بود مورد اصابت قرار دهد که خدمه آن نیز کشته شدند.